دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را همراه با رهبران چندی از کشورهای اروپایی پذیرفت تا درباره راههای پایان دادن جنگ روسیه در اوکراین گفتگو کنند. ترامپ گفت که آمریکا در پیشنهاد ضمانت امنیتی به اوکراین به اروپا کمک می‌کند. در مسئله امنیت ما کمک زیاد میکنیم. بسیار خوب می شود. اروپا در جبهه اول است ولی ما هم کمک میکنیم. ما هم سهم میگیریم. ترامپ عین زمان به خبرنگاران گفت به باور وی برای رسیدن به سازش صلح ضرورتی به آتش بس نیست. شرط مذکور از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است که زلنسکی و رهبران اروپایی قبول نداشتند. هنگام دیدار دونالد ترامپ همچنین گفت انتظار دارد که بعد رضایت ولادیمیر پوتین به ملاقات سه جانبه با او و زلنسکی روسیه 1000 اسیر اوکراینی را رها می‌کند. من میدونم که آنجا بیشتر از 1000 اسیر است و میدونم که آنها را آزاد خواهند کرد. شاید زودتر و فوراً رها کنند که بسیار خوب می شود. رهبران بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، فنلاندیا و ناتو به واشنگتن رفته بودند تا همراهی خود را با زلنسکی نشان بدهند که می‌خواهد ضمانت امنیتی قوی را برای اوکراین به دست بیارد. تقریباً 6 ماه پیش ملاقات ترامپ و زلنسکی در مسریام به جنجال آشکار پیچید. رئیس جمهوری آمریکا و هم معاونش جیمز دیوید وانس زلنسکی را به بی‌احترامی و ناسپاسی به آمریکا متهم کردند. این دفعه زلنسکی گفتگوی یک به یک با ترامپ را بسیار خوب خواند و گفت بسیار مهم است که آمریکا چنین علامت قوی نشان می‌دهد و آماده برای ضمانت‌های امنیتی است. پوتین هنوز به دیدار ترامپ و زلنسکی واکنش نشان نداده است، هرچند ترامپ به تکرار گفته است که به اعتقاد وی رئیس جمهوری روسیه می‌خواهد جنگ را پایان دهد. ترامپ گفت روز دوشنبه با پوتین گفتگو کرد و بعد ملاقات نیز با او زنگ می‌زند. در جنگی که روسیه ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد، به گفته تحلیلگران تاکنون 1 میلیون نفر از هر دو طرف از جمله هزاران نفر از غیر نظامیان اوکراینی کشته شدند. بخشای وسیعی از این کشور نیز به خرابه‌زار تبدیل یافتند.